سلام خدمت شما دوستان عزیز. امروز میخوایم برای شما که از تفنگ تاکتیکال یا امبلیس یا به گفته شما تفنگ شارتگان یک معلومات بدم. این مدل که هست ماشیران میشه یا ای که به حساب موقع که بنی میکنیم کارتوس میزنه فیر نمیکنه. هرچی سوزن از این خرابه. کار نمیکنه. ما برای شما حالا این رو وا میکنیم، آموزش میدیم، بلکن به درد شما. از این قسمت میگیریم، از این قسمت نگاه کنیم قشنگ. بیا قشنگ نیسی میفرست قشنگ چکار میکنم؟ جدا میکنم. اصل کاری همینه، سوزنه اینه، فشار که میده همین فیر میکنه سوزنه. پس چی؟ این سوزنه جمع میده سوزنه. ما چه کار میکنیم؟ موقع که میایم اینجا میایم این میبینیم این خب از بر فشار میدیم پس چی؟ این باید توالا بره، باید حرکت کنه. پس چی؟ این چند لحظه پیش گیر کرده بود، حالا خطا خورده دیگه گیر نمیکنه. اگه از شما زمانی که میزنیم فیر نمیکنه، یعنی سوزنه توالا نمیشه. سوزنه موقع که چشنی این فیر میکنه و چشنی اینجا علامت نمیفته که چغور نمیکنه که بفهمیم این سوزنه خرابه. ما این وا میکنیم، وا که کردیم گفتم این به این حالت میمونه، اینجا به همین حالت میمونه. زمانی که به این حالت بمونه این اجازه نمیده عقب جلو بره، اجازه نمیده که چی؟ این عقب و جلو بره. نگاه هرچی من فشار میدم میبینی سوزنه بیرون نمیشه، یک ذره بیرون میشه، یک ذره. پس چی؟ وقتی که این عقب بره فشار دی نگاه شما وقتی که خراب میشه معمولا این چرب کنیم یا این خطا گیر میکنه. از این قسمت داخلی هست اینجا با یک چیز فشار میدیم این خطا میخوره. وقتی خطا خوره باید اینجوری بشه. نگاه وقتی بالا پایین اینجوری بره دیگه درست کار میده. الان نگاه یا بیشتر موقع اینا خشاب نمیکنه، موقع کش میکنی خشاب نمیکنه، این خطا میخوره. از این قسمت این خطا میخوره، نگاه کنید از این قسمت خطا میخوره، این میاد بالا بر رو از این دیگه. هرچی که شما کش میدین این میفته و پشت با ماشه نمیشه. شما چیکار میکنین؟ این میگیرین اینجوری جا میندازین. پس چی؟ حالا من دوباره بستن میکنم شما تو ماشه. خب این میگذاریم بر رو از این میگذارم رو از این. مثل اینجا اینجا بسته شد. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودین. لطفاً ویدیو ما را سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید.